سلام، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. من ریتا هستم و امروز قراره کتاب آکسفورد ورد اسکیلز رو شروع کنیم. این کتاب دارای 3 سطح بیسیک، اینترمدییت و ادوانس که دسته‌بندی شده به ترتیب مبتدی، متوسط و پیشرفته و امروز قراره بیسیک رو یعنی مبتدیش رو بررسی کنیم. این کتاب 80 تا درس داره. اگه قرار از همین اول کار جا بزنید و بگید که قرار چطوری این 80 تا درس رو تموم کنید، یه لحظه صبر کنید. این 80 تا درس در واقع هر کدوم از این درس هاشون شامل 1 یا نهایتاً 2 صفحه میشه و بیشترشون به همین صورتن. حالا استثناءاتی هم وجود داره که ممکنه 3 صفحه یا 4 صفحه هم بشه، ولی تعدادشون انگشت شماره. بنابراین شما هر دفعه که تشریف میارید این ویدیو رو میبینید روی 1 صفحه الی 2 صفحه دارید کار میکنید که بازم اون ترکیب شده با تمرین ها. یعنی اون مطلبی که قرار یاد بگیرید نهایتاً 2-3 پاراگراف باشه. پس هول نکنید و با من همراه باشید تا ادامه بدیم. توی ویدیوی امروز اول قرار درباره استارتر این کتاب حرف بزنیم و بعد میریم سر وقت درس اول که شامل توضیحات مختصری از اعداده که احتمالاً باهاش یه آشناییتی دارید. خیلی از این بخش استارتر فاکتور میگیرن و میرن همون درس اول، ولی به نظر من این قسمت خیلی مهمه به خاطر اینکه مطالبی که توش بیان میشه چیزاییه که تا آخر این 80 تا درس از شما خواسته میشه و خوبه که بفهمید که ازتون چی میخواد. شروع میکنیم. A. How to use a unit. چطوری از این درس ها استفاده بکنیم. Study the new words. They are usually in bold type. میگه کلمات جدید رو مطالعه کن، یه دور بخونش. اونا اغلب به شکل بولد، به شکل فونت بولد آورده شدن توی درس، یعنی برجسته هستن. اگه حالا تو درس‌های آینده نگاه کنید می‌بینید که کلمات جدید نسبت به حالا تمرین‌ها و اون سوال‌هایی که از شما میشه یه ذره ضخیم‌تر و درشت‌تر نوشته شده. بعد گفته که you can listen to the words on the CD-ROM and practice the pronunciation. Or you can look at the word list, page 235, to find out how to say the words. 2 تا راهکار پیشنهاد کرده که اول هر درس یه سمبل اون بالا کشیده کنار درس. اینجا اگه داخل تصویر نگاه کنین عکس یه هدفونه که راهی که پیش روتون گذاشته یکیش اینه که شما در واقع از طریق اون CD رام یه CD همراه با کتاب هست که حالا فایل صوتیش هم میتونید تو اینترنت پیدا کنید، درس رو گوش کنید، یا اینکه تشریف ببرید توی جدول کلمات صفحه 235 که اینجا گفته بگردید، اونجا نحوه تلفظ کلمات رو گفته. برای تلفظ در واقع این بخش داره به ما میگه. بخش بعدی. Sometimes a glossary explains the new words. بعضی وقتا گلاسری یا اون بانک لغتنامه‌تون داره درباره کلمات جدید توضیح میده، پس ازش رد نشه. این گلاسری ها هم یه نوار سبزی کشیده شده نوشته گلاسری و یه صفحه کوچولوی سفیده. یه تفاوت کوچولو با اسپاتلایت که قراره الان دربارش حرف بزنیم داره. و بخش بعد.
A spotlight tells you about important words. spotlight یا این نماد در واقع توجه کردن، توجه کنید، توجه بهتون درباره واژه‌های مهم توضیح میده. پس اینم دقت کنید. بخش بعد Do the exercises. Check your answers in the answer key. Page 203. میگه تمرینا رو انجام بده و جواباشو توی قسمت پاسخنامه که صفحه 203 کتابه چک کن. بخش بعد Use the cover card to test yourself. اینجا پیشنهاد کرده که برای اینکه کلمات معانیشون حالا یا سمبولشون توی ذهنتون بمونه با یه چیزی، حالا یه کاغذی، هر چیزی، یا دستتون رو بذارین روش بپوشونید. مثلا دستتون رو بذارین روی کلمه و ببینید که با توجه به تصویر یادتون میاد اون کلمه چی بوده یا نه، یا دستتون رو بذارین رو معنی که نوشتید و ببینید که معنی اون کلمه رو یادتون میاد یا نه. بخش بعد There's more practice in the review units and on the CD-ROM. میگه تمرینای بیشتری توی اون CD-ROMه، اون فایل صوتی که دربارش حرف زدم، و همچنین درسایی که ازشون به عنوان درسای مروری نام برده وجود داره، به اونم توجه کنید. بخش B How to learn new words. چطوری کلمه های جدید رو یاد بگیریم، به خاطر بسپاریم یا هرچی اصلا تو ذهنمون بمونه یا نه. بخش اول Repeat the words 2 or 3 times to help you remember them. میگه کلمه ها رو 2 یا 3 بار تکرار کن. این کار کمک میکنه که به خاطر بسپاریشون. حالا هر تعدادی که خودتون صلاح میدونید این کار رو بکنید. بخش بعد Use a colored pen to help you remember difficult words. میگه از مدادهای با رنگ مختلف استفاده کن، خط بکش زیرش، حالا یا دور کلمه هایی که سخته برات. حالا شما میتونید از هایلایتر استفاده کنید، فرقی نداره. بعد اینجا گفته Write down new words in a notebook. Write the meaning in English or your own language or draw a picture. میگه داخل یه دفترچه یادداشت کلمه هایی که تازه میخوای یادشون بگیری اونا رو بنویس، یادداشت کن و معنیشون رو بنویس، حالا به زبان انگلیسی، منظورش از کلمه های هم معنی با اون کلمه است، یا به زبان مادریت فارسی معنیش رو یادداشت کن اون جلو. اگه دیگه خیلی سختته نقاشی بکش جلوی اون کلمه، یا حالا یه نمادی که تو رو یادش بندازه. منظورش استفاده از این دفترچه های معنی لغت انگلیسیه. میتونید تهیهش کنید یا اینکه خودتون درستش کنید. بخش بعد Write the words in sentences. Say them to yourself. خب اینجا چیزی که گفته واقعا نکته کاربردیه. این کتاب کلمه قراره بهتون یاد بده، کلمه های مختلف، ولی واقعا چیزی که اینجا میگه و الان ترجمهش میکنم خیلی درسته. تا وقتی که توی جمله کلمه ها رو به کار نبری در واقع تو ذهنت نمیشینه. گفته اینجا که توی جملات جمله سازی کن، به کار ببر اون کلمه رو و تکرارشون کن. این کار رو حتما بکنید. کلمه‌ای که توی درس میخونید علاوه بر این که چند بار یادداشت کنید تو ذهنتون بمونه، بعد باهاش جمله سازی هم بکنید حتما.
حالا نمیخواد خیلی جمله سختی باشه. بخش بعد use a pencil, check your answers, then rub them out and do them again a week later. میگه تو قسمت تمرین ها یه دور حل کن اونو، بعد وقتی جوابتو چک کردی درست بود پاکش کن، جواب پاک کن و یه هفته بعد دوباره به اون تمرین ها سر بزن و دوباره همونو تمرین کن. منظورش اینه که این تمرین های کتابو چند بار میتونی انجام بدی برای اینکه بهتر ملکه ذهنت بشه. بخش بعد You can do the exercises in the review units or the CD-ROM exercises after each unit or do them a month later to test yourself. Perhaps after you've studied all the units in the module. e.g. Basic English. میگه میتونی تمرینای داخل اون درسای مروری که گفتش آخر کتابه رو انجام بدی یا تمرین هایی که داخل فایل صوتیه. بعد از اینکه در واقع درس رو تموم کردی. یه راه دیگه هم گذاشته که گفته یا یه ماه بعد اینکه اون درس رو خوندی برین تمرینا رو انجام بدی. حتی یه راه دیگه هم گذاشته اینه که بعد اینکه کل درسایی که از این کتاب مثلا از این سطح بیسیک خوندی و تموم شد بعد حالا بیایی تمرینا رو انجام بدی. ولی پیشنهاد من اینه که برای اینکه تو ذهنتون بمونه نهایتا وقتی که سرفصل اون موضوع مبحث تموم شد برید سر وقتش. حالا برای مرورم خوبه که دوباره اون تمرین رو انجام بدید طبق پیشنهادی که خودش داشته. بعدی Look at the vocabulary building tables at the back of the book, pages 1992 201. میگه به جدول ساختار کلمات که آخر کتابه بین صفحه های 199 تا 201 یه نگاهی بنداز و یه مروری بکن. بعد Go to the website for links to more practice and other useful websites. اینجا یه آدرسی گذاشته، یه وبسایتیه که میگه بهش رجوع کنید برای اینکه تمرینای بیشتری از اون تو پیدا کنید یا سایت‌های مفیدی که به دردتون میخوره رو از اونجا بتونید مشاهده کنید. C. How to do the exercises. بخش C. چطوری تمرینا رو انجام بدیم. Learn these words. You need to understand them to do exercises. کلمه‌ای که داخل این جدول که جلوتونه هست همون کلمه‌هایی که تا آخر این 80 تا درس به کارتون میاد، پس خوب یادشون بگیرید. این جدول از 2 تا بخش تشکیل شده، یکیش ستون ورد کلمات و ستون روبروش که مینینگ یا معنیه. تیک که تو فارسی همون معنی تیک میده. underline معنی اون خطی که زیر کلمه میکشید و میده. cross out یعنی روش رو خط بکشید. خود cross به تنهایی معنی ضرب در یا خط شکسته میده. circle که دایره بکشید دور کلمه. complete یعنی کامل کنید. مثلا اینجا جلوش مثال زده که یه کلمه یا یه سری از حروفش رو نمی نویسه و شما باید پر کنید، یا توی یه جمله یه سری کلمات رو نمی نویسه و شما باید جایگذاری کنید. write اینجا معنی درست بودن میده. اون
left و right که به معنی راست و چپه نمیده. wrong یعنی غلط. این دوتا کلمه رو میتونیم به عنوان مخالف یا متضاد روبروی همدیگه بنویسید. کمک میکنه به اینکه تو ذهنتون بمونه. mistake به معنی خطا، اشتباه. correct به معنی صحیح، درست یا اصلاح کردن، که باز دوباره mistake و correct رو میتونید کنار هم به عنوان متضاد بنویسید. true به معنی درست، false به معنی غلط. این دوتا رو میتونید به عنوان متضاد بنویسید. the same یعنی یکسان. different یعنی متفاوت، متضاد جدید داریم. match که معنی جفت و جور کردن میده، تو فارسی هم از این کلمه استفاده میکنیم. missing به معنی گم شده، حذف شده، پاک شده. cover به معنی پوشوندن، پوشش، پنهان کردن. table به معنی جدول. اینجا معنی میزم میده، ما با اون معنیش کار نداریم توی این درس. در واقع این 80 تا درس معنی فقط جدول میده. column به معنی ستونه. اگه بخوایم اینجا درباره خود همین جدول حرف بزنیم، تشکیل شده از دوتا column word و column meaning. و بخش دی، آخرین بخش استارتر رو با هم بخونیم و یه نگاهی هم به درس اول بندازیم. abbreviations and symbols، مخفف شده ها و نمادگذاری ها. یه سری نماد و مخفف اینجا آورده که توی تمرینات زیاد در واقع استفاده شده. اولیش OPP که مخفف آپسایت، معنی همون تضاد میده، که اینجا حالا مثالم زده old is the opposite of young. پیر تضاد جوانه. مخفف بعدی SYN که کوتاه شده سینونیمه. سینونیموس the same اینجا معنی یکسان میده، این هم میتونید یادداشت کنید به عنوان هم معنی. بعد اینجا باز دوباره تو توضیحاتش گفته a word that means the same as another word e.g. small, little. دوتا کلمه که هم معنی باشن. به فرض مثال small و little رو گفته که جفتش معنی کوچیک میده. مخفف شده بعدی INF که مخفف informal. informal یعنی حالت غیر رسمی و دوستانه. بعد اینجا توضیح داده if a word or phrase is informal, you use it when you are speaking to friends or people you know very well. The opposite is formal. If a word or phrase is formal, you use it at important and serious times with people you don't know very well, or in written English. اینجا درباره این فرم فرمال یا حالت غیر رسمی تر توضیح داده که گفته وقتی میخوایم با دوستاتون صحبت کنین یا افرادی که بهشون نزدیکین از این حالت استفاده میکنید. و فرمال توی نامه‌نگاری به زبان انگلیسی و توی فرض مثال مصاحبه کاری، جمع‌های رسمی تر به کار میره. ETC. You use ETC at the end of a list to show there are other things, but you aren't going to say them all. ETC رو شما آخر جمله به کار میبرید فقط به خاطر اینکه اشاره‌ای به یه سری چیزها بکنید ولی نمیخواید مستقیم دربارش حرف بزنید. به فرض مثال بدن تشکیل شده از سر، دست، پا و 3 نقطه. E.g. For example,
fruit e.g. apple and bananas e.g. یعنی برای مثال میوه مثلا سیب و موز. U مخفف uncountable noun. These nouns have no plural form and can't be used with a or an. اسامی غیر قابل شمارش، این یو به اون اشاره داره. این اسامی حالتی ندارن که اس بگیرن به شکل جمع نوشته شن یا اصلا به شکل منفرد خونده بشن. یعنی نمیتونین پیشوند ای یا ان رو هم نسبت بهشون در واقع قرار بدید. مثل کلمه انگور تو انگلیسی grape. grape خودش الان جمعه ولی خب نشونه جمع نداره و قرار هم نیست بگیره. و از اون طرف یه چیز تکی هم تو انگلیسی محسوب نمیشه. خود کلمش جمعه و ما نمیایم بگیم grapes a grape مگر اینکه بخوایم درباره یه تیکه از اون انگور حرف بزنیم که حالا تو درس‌های آینده درس مرتبط باهاش رو داریم و اونجا دربارش کاملتر حرف میزنیم. PT past tense past simple form of an regular verb. PT مخفف past tense یا زمان گذشته است. در واقع حالت گذشته ساده برای افعال بیقاعده. این اشاره به اون داره. و PP past participle که این PP اشاره به اسم مفعول داره. بعد اینجا توی انتهای صفحه با 2 چیز روبرویم. vowels مصوت‌ها و consonants صامت‌ها. مصوت‌ها که درباره حروف صدادار حرف میزنه. یه سری نمادها داره اینجا، یه تعدادش آورده مثال زده برای کلمات، ولی پیشنهاد من اینه که به آخر کتاب رجوع کنید، اونجا مثال‌های کامل تری هست. و صامت‌ها که باز هم مشابه هم مصوت‌ها داره طرز تلفظ یا پرونانسییشن درستش رو نشون میده. خب استارتر تموم شد، بریم سر وقت درس اول. Unit 1 I can understand and say numbers. من اعداد رو میفهمم و میتونم بیان کنم. خب اعداد رو از روش میخونم، معنیش هم که واضحه چون نمادش نوشته شده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 40 50 60 70 80 90 100 101 140 200 1000 1050 1250 2000 100,000 1,000,000 2,000,000. توجه کنید که چند تا نکته توی این جدول وجود داره.
یکی این که موقع تلفظ اعدادی مثلا 15 و 50 دقت کنید و اون آخرش رو درست و غلیظ تلفظ کنید. مثلا 15 50، چون فقط تفاوتشون یه نونه و خیلی نزدیک به همن. نکته دیگه که وجود داره اینه که توی انگلیسی مثلا وقتی میخواین بگین عدد 101، مثل فارسی دقیقا باید 101 بنویسید به حروف 101 212. بعد اینجا 1050 رو گفته، 1050. بعد اومده اینجا نوشته 100,000 که معنی 100,000 رو میده. 100 که میشه 100 و 1000 هم یعنی 1000 و اینجا دیگه اند نمیذارید با همه این کلمه. و برای میلیون هم به همین صورت 1,000,004. بعد اینجا یه اسپاتلایت داره یا نکته توجه درباره کلمه about اینجا معنی حدوداً میده و اینجا بیشتر دربارش حرف زده. About means a bit more or a little less than. How many students are there? About 20. 18, 19, 20, 21 or 22. How much is it? It's about 100 euros. میگه کلمه about یعنی این که یه ذره کمتر از اون چیزی که مد نظرمونه و البته یه ذره هم بیشتر، یه چیزی نزدیک به اون عدد، اون چیزی که مد نظره. مثال زده How many students are there? چند دانش آموز اونجا وجود داره و اونجا گفته about 20، حدوداً 20 تا. بعد تو پرانتز زده یعنی ممکنه 18 تا، 19 تا، همون 20 تا، 21 یا 22، یعنی یا کمتره یا بیشتره، 2-3 تا نزدیکه به اون عدد، 2-3 تا کمتر، 2-3 تا بیشتر. مثال بعدی How much is it؟ چقدر میشه؟ و گفته It's about 100 euros. حدوداً میشه 100 یورو. خب اینجا 3 تا تمرین داره، حتما با دقت انجامشون بدید و برید آخر کتابو چک کنید جواباش به شکل کاملی هست. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.